به نام خدا. سلام. امروز میخوایم با همدیگه آموزش این گل رز قلاب بافی قشنگ رو داشته باشیم. خوشحال میشم که همراه هم باشید. خب، برای درست کردن این گل رز من از قلاب سایز 2.5 استفاده کردم. شما میتونید از هر قلاب دیگه هم استفاده کنید و کانوای قرمز. خب، برای شروع کار در ابتدا باید یک گره بزنیم که حالا من گره رو به این شکل میزنم. شما میتونید به هر شکل دیگه ای که دوست داشتید گره اول کارتون رو بزنید. در ادامه کار با زنجیره باید کارمون رو ادامه بدیم که اینجا باید 26 تا زنجیره بزنیم. زنجیره زدن به این شکلی که توی تصویر دارید میبینید. در ادامه کار ما میایم از آخرین زنجیره، نه از یکی مونده به آخرین زنجیره، میایم شروع میکنیم به زدن پای کوتاه و تو هر کدوم از این زنجیره ها تا پایان رنج یه دونه پای کوتاه میزنیم و پای کوتاه زدنم همین شکلی که دارید تو تصویر میبینید انجام میشه. خب، بعد از اینکه پای کوتاه تو هر کدوم از اون زنجیره ها زدیم، در ادامه میام یه دونه زنجیره میزنم و کار رو برمیگردونم و میام چیکار میکنم؟ میام از پای بلند استفاده میکنم. تو هر کدوم از اون زنجیره از اول زنجیره شروع میکنم، 5 تا پای بلند تو هر کدوم از اون زنجیره ها میزنم. یعنی الان تو این زنجیره اول من 5 تا پای بلند میزنم. خب، اینا گلبرگ های گل ما هستن که من باید 5 تا از این گلبرگ های که با پای بلند زده شدن بزنم. بعد از اینکه 5 تا پای بلند رو زدم تو زنجیره اول، تو زنجیره بعدی باید من یه بست بزنم. بستم به همین شکلیه که توی تصویر دارید میبینید. خب، برای ادامه هم میام تو زنجیره بعدی باز 5 تا پای بلند میزنم و تو زنجیره بعدی بست میزنم. بعد 5 تا من از این گلبرگ ها داشته باشم. خب، همونطور که میبینید گلبرگ هایی که با پای بلند زدیم به این شکل در رفتن. برای ادامه کار باید از پای متوسط استفاده کنیم. یعنی آخرین بستی رو که زدیم باید تو زنجیره بعدی پای متوسط بزنیم. همونطور که میبینید دارم تصویر نشون میدم. همین شکلی پای متوسط میزنیم و تو هر زنجیره باید 5 تا پای متوسط ما بزنیم. مثل همون روندی هم که برای پای بلند تا داشتیم، بعد از اینکه 5 تا پای متوسط رو زدیم یه دونه بست میزنیم. این کار رو برای 4 بار تکرار میکنید. این هم از گلبرگ هایی که با پای متوسط زدیم. 4 تا گلبرگ با پای متوسط داریم و 5 تا گلبرگ با پای بلند داریم. خب، برای 4 تا گلبرگ باقی مونده آخرین بست رو که زدیم باید بیایم از پای کوتاه استفاده کنیم. یعنی بیایم تو هر زنجیره 5 تا پای کوتاه بزنیم و تو زنجیره بعدی بست بزنیم و دیگه به آخر کار میرسیم.
خب اینجا میبینید که دیگه کار ما تموم شده. خب برای آخر کارمون یه دونه زنجیره میزنیم و این نخ تا ته میکشیم و قیچی میکنیم. نخمون رو یه ذره باید بلندتر قیچی کنیم که برای دوخت ازش استفاده کنیم. همطور که میبینید باید این تای نخمون رو تو سوزن بکنیم که حالا من دیگه اینجا نمی کنم. و دیگه به همین شکل که تو تصویر دارید میبینید گلمون رو میپیچونیم و از انتهاش شروع به بافتن میکنیم. این هم از آخر کار هستش که همطور که میبینید من از پشت دوختش زدم و دیگه نخو بریدم. امیدوارم که از این آموزش خوشتون اومده باشه. لایک و سابسکرایب یادتون نره.